یک آدم 10 سمی و خوجاب گرم میآید. مقصد لوکس یعنی این حجره ها دو حجرگان جای مهمان قبول کنک داره و جای خوب تره استیم. این هنمی همش با آب مساج میکنن و سلام و درودی بی پایان از خود خوجاب گرم با کل هموطنان، با کل برادران و با کل فارس زبانان روی دنیا. کامنتر در سوالی که نوشتن همش جواب برای شما برادرای عزیز، همش من می نویسم چیزی که شما نوشتین در کامنتر. سلام علیکم. برای شما یک جای میریم، من برنامه میگیرم، پیشکش شما میکنم، تماشا کنید و حلوت ببریم. خوجاب گرم رفته. انا دوستان عزیز، ای دوشنبه شهر، ای وطن اساس، هر روزه انا این مرشدکه هر یک آدم 10 سمی و خوجاب گرم میآید. انا این حجرهایی که شما میبینید این وابسته ای هر یک همو طبابت گیرنده، ای هر یک همو شخصیت وابسته ای که تا کدامی خونه را انتخاب میکنی. خونه این مقصد لوکس یعنی این حجره ها دو حجرگان جای مهمان قبول کنک داره و جای خوب ترخت خوب بود. اینجا پرزیدنس که واریانت میگن، این لوکس شکده مقصد. انا اپارتمنت ده مقصد که دو آدم یا آدم 300 سومون با آدمی دیگه 300 سومون 600 سومون از خود میکنین در انمی حجره های لوکس. انا پول لوکس های بو انا مقصد 260 سومون های انا یوش انا 260 سومونی با مقصد داره که این 180 سومونی هم داره. خیلی وابسته از شما میبینین حجره را انتخاب میکنین، برای شما اول پیشکش میکنن کدومش که انتخاب کنین شما. اینو برادرو خودتون ببینین. بو مقصد در درون سه اوقات گرم داخل میشه. ابد، اوجم، زفترک که به قول اوروسا بگیم اوقات داخل میشوند در درون یو. مقصد این بوقی طبیعی که دیده استیم خمون، این آبایی که خمون دیده استیم، این هنمی همش با آب مساج میکنن. و دوستان عزیز، این طبابت با آب گرم رادانی، این آب در جهان بی‌نظیر ایده برادرای عزیز. این بی‌نهایت فایده‌ناک پوست آدم، حجره های آدم ده، مقصد مشکای آدم ده تا استخوان آدم این فایده خود چه میرسونه. این همی آبی بسین میگیم این خون، این آبی که دیده استین بی‌نهایت فایده داره. این معرمت کنین خوجاب گرم، تمام طبابت، تمام خوراکای بلذت همش برای شما، برای کل انمی آدمایی که مقصد میخوان که طبابت بگیرند و استراحت کنند و عصباشون آرام کنند و تمام این همون طبابت ها در اینجا هست. مرحمت کنیم برادرای عزیز، برای شما آسایشگاه خوجاب گرم. و با اونو گفتن ماند که طربخانه‌های زمانوی هنرمندا هر شام برای ما و شما هنرنمایی میکنن. این از زمانوی طربخانه هست. مقصد که بیایی پشیمان نمیشی، حلاوت میبری. هنرمندا هنرنمایی میکنن، سرودها میسرایند، رقص و بازی همشه در بر گرفتگی. واقعی سربلند خانه آباد باشه. انا دوستان عزیز، با کل هموطنان و غریبانی در شهری مسکو بوده و شما توصیه میتونم شرکت موحدین مرحمت این رقمشون واتساپ دارن، مرحمت زنگ بزنین. آفیسشون در مترو ودنی استادیوم های آفیسشون مرحمت کنین برادرها. البته ماشین های نو و زمانوی در خدمت شما های. مرحمت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد در خدمت شما شرکت موحدین. واقعی سربلند و خانه آباد باشین، همه وقت جیبکاتون پری پل باشد. زنده باشین.